سلام تماشابینان گرامی. خلاصه خبرهای مهم 20 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. فاجعه در دوشتیج، کشتار بهرحمانه دو زن فراش. من بینوار قبول نمیکنم شکایت رئیس شاه منصور به ضد دلیر امامعلی. از اول سال در تاجیکستان 261 نفر برای اکستریمیسم بازدار شدند. 3 سال حکم شرطی یک ملتگرای روس برای دعوت به کشتن مهاجران از جمله تاجیک‌ها. جسد بازدو نابالغ غرق شده را از دریای کوفرنیهان یافتند. آذربایجان محبوبه میرزاغویوه را به تاجیکستان سپرد. 10 شبانه روزی حبس 4 ساکن محله زرافشان برای خودنمایی در روز توی. و اکنون تفصیلات خبرها. حکومت نویه شاه منصور در دوشنبه به ضد دلیر امامعلی، روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک، به دادستانی شکایت کرده است. رئیس نویه بلال ابراهیم روز 20 ایول او را به بازتاب به گفته‌اش نادرست تخریب خانه‌ها و مانع شدن برای نمایندگان حکومت متهم دانست. دلیر امامعلی را روز 4 ایون بازپرسی کرده به گفته‌اش چند شپاتی و مشت زدند و 15 ایون دستگیر رو به 2 ماه حبس پیشکی گرفتند. او را بر اساس 3 بند قانون جنایی گمان برمی‌دانند، اما خودش و نزدیکانش بخش اساسی اتهامات را رد کرده سازمان‌های بین المللی آزادیش را خواستند. مشکل دلیر امامعلی با مسئولان حکومت شاه منصور ماه ایون و بعد گزارش درباره تخریب خانه‌ها و سپس تلاش نوارگری در روز قبول رئیس نویه سر شد، در حالی که مقامات میگویند ساکنان غیر قانونی خانه ساختند و باید زمین به حالت پیشینه برگردانیده شود. مردم میگوید بی آگاهی سرپناهشان به خاک یکسان کرده شد. بلال ابراهیم رئیس نویه شاه منصور روز 20 ایول در نشست مطبوعاتی ادعا کرد که دلیر امامعلی مسئله را درست نآموخته در مورد غیر قانونی بودن منزل‌ها چیزی نگفت. وقتی زمین غصب و با دیوارها احاطه کرده شده است، آن را خانه و در داخلش کودک‌های و دیگر را نشان داد، گفت او. بلال ابراهیم افزود روزنامه‌نگار به کار خدمتچیان دولتی مانع شده است. دلیر امامعلی در نواره‌اش گفته بود با دعوت ساکنان به پیش آنها رفته و همزمان نظر نمایندگان حکومت و نهادهای انتظامی بخصوص مأموران داستانی را پرسید، ولی آنها نخواستند گپ زنند. بعدا دلیر امامعلی کوشش کرد روز شنبه 4 ایون در روز قبول رئیس نویه شاه منصور به بنای حکومت درآید و مسئله را بپرسد، اما در درآمدگاه مانع شدند. بلال ابراهیم رئیس نویه شاه منصور در پاسخ به این سوال که چرا نگذاشت دلیر امامعلی جریان قبول کارافتاده‌ها را به نوار گیرد، گفت من به نوار قبول نمی‌کنم. هر کدام از شما آمده نوار میگیرید قبول مرا. به نوار گرفتن هم یک ترتیب دارد، اجازت گرفتن در کار. ما آماده بودیم او را قبول کنیم. همان ساعت همان دقیقه قبول من ادامه داشت. شخص متصدی آمده گفت که همین خیل. گفتم مرحمت به نوارگیری آماده هستم، قبول کنم. افزود او. بعضی از حقوقدانها میگویند برای به نوار گرفتن جریان قبول رئیسان نویه قانونگذاری کشور محدودیت پیش بینی نکرده است و رفتار دلیر امامعلی نیز غیر قانونی نبود. این روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته قبل از چندین قبولگاه وزیران و رئیسان اداره‌های دولتی در تاجیکستان نوار گرفته بجز از خدمات علاقه به مشکلی دچار نشده بود. رئیس نویه شاه منصور به تکرار میگوید دلیر امامعلی باید پیشتر با دفتر مطبوعات حکومت دوشنبه موافقه میکرد. دلیر امامعلی امروز با عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شدند. دستگیر شدن آنها که بیشتر برای مشکلات مردم برنامه‌ها تعیین میکردند واکنش‌های زیادی به میان آورد. مقامات در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر را دستگیر کردند. بازداشت الفت خانم محمدشاه و خوشام گلیم، محمد سلطان، عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زفقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده نگرانی سازمان‌های حامی حقوق بشر را به میان آورد. مقامات تاکنون دعوت‌ها را برای آزادی روزنامه‌نگاران نادیده گرفتند. خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان روز 20 ایول سال 2022 با استناد به منبعش در حکومت دوشتیج ولایت سوخت خبر داد که کارمند کمیته آبادانی این نویه واقع در شمال تاجیکستان با نام صحاب‌الدین منوروف 2 زن فراش را کشته است. هر 2 زن از یک خانواده و ساکن جماعت غزنترک بودند. بنا به اطلاع سپوتنیک آن روز نس این 2 زن برای پاکاری بنای اداره زمینساز رفتند و در این هنگام یک کارمند اداره آبادانی حاضر شده هر 2 را به قتل رسانیده است. سبب کشتن این 2 زن معلوم نیست. منبع سپوتنیک در حکومت نویه دوشتیج گفته است از شنیدن این خبر مودش ما کارمندان حکومت تا حال در حالت شوک هستیم. چرا کارمند اداره آبادانی دست به این کار زد برای ما معما است. منبع سپوتنیک گفته است که مقامات ملی 3 نفر گمانبر را دستگیر کردند و در رابطه با این حادثه از جانب دادستانی بر اساس ماده 104
کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام کشتار 2 نفر پرونده جنایتی باز شده تفتیشات ادامه دارد. بساوبدین منوروف برای کشتن 2 نفر تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد تهدید میکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اخیرا خبر داد که در نیمه اول سال در تاجیکستان از جمله 22 آدمکشی و سوء قصد به کشتار ثبت شده است. در نیمه اول سال 2021 در تاجیکستان 20 کشتار رخ داده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با جنبست فعالیت نیم سالش خبر داد که در 6 ماه اول سال 2022 در کشور 12482 جنایت ثبت شده است که این نظر به همین دوره گذشته 1396 جنایت کمتر می باشد. در نیمه اول سال در تاجیکستان از جمله 22 آدمکشی و سوء قصد به کشتار، 64 حالت قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی، 16 حالت تجاوز به ناموس، 8 حالت آدم فروشی، 65 مورد غارتگری، 544 افباشی، 20 حالت طمعجویی، 1144 حالت قلابی، 1858 حالت دزدی به قید گرفته شده. کارمندان میلیشیا همچنین 223 حالت جنایت‌های مربوط به قاچاق فروش مواد مخدر را آشکار کردند. در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 472 حالت سوختار، 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده و 509 نفر جراحت برداشتند. در سوختارها باشد 9 نفر از جمله 3 کودک جان باختند. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده در نشست خبریش گفت در نیمه اول سال جاری کارمندان وزارت کارهای داخلی 261 عضو سازمان‌های افراطی و تروریستی را دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان مخالفین سیاسی خود از گروه 24 و حزب نهضت اسلامی و پیمان ملی را نیز اعضای سازمان‌های افراطی و تروریستی می‌نامند. او گفت در حال حاضر بیش از 3000 شهروند تاجیکستان با جرم دست داشتن در جنایت‌های افراطی و تروریستی در جستجو قرار دارند. در نیمه اول سال به گفته وزیر 44 نفری که با چنین جرم‌ها در جستجو قرار داشتند در کشورهای خارجی دستگیر کرده شده به تاجیکستان آورده شدند. از این شمار 41 نفر را روسیه و 3 نفر دیگر را مصر، ترکیه و قزاقستان به دوشنبه سپاریدند. دادگاه نهایی پتروگراد شهر سنت پترزبورگ روسیه روز 19 ایول سال 2022 حکم رمان ایوانوف را اعلام کرد. ایوانوف بر اساس قسم دوم ماده 280 کودکس جنایتی روسیه به دعوت با استفاده از اینترنت برای به عمل برآوردن عملهای افراطگرایانه عیبدار می شود. این بند قانون همچون جزا تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. ولی طور خدمات مشترک مطبوعات دادگاه پترزبورگ در تلگرام خبر داد دادگاه پتروگراد رمان ایوانوف را به 3 سال شرطی زندان با 3 سال مهلت آزمایشی محکوم کرده است. ایوانوف همچنین برای 2 سال و 10 ماه از حق انجام هر نوع فعالیت مربوط به سازمان‌ها و جمعیت‌ها از جمله با استفاده از اینترنت محروم کرده شده است. طوری از مواد پرونده برمی‌آید رمان ایوانوف شام 3 ماه سال 2022 از ساعت 19:10 تا 21:56 در خانه خود با استفاده از نوتبوک با نام مستعاری رمان ایوانوف در گروه ناتسکای сообщество یا جمعیت ملت‌گرایان در شبکه فکنتاکت مطلب‌های را نشر کرده است که در آن دعوت‌ها به انجام عمل‌های خشونت‌آمیز نسبت به نمایندگان ملت‌های معین، قرقیزها، تاجیک‌ها، همچنین نمایندگان خلق‌های قفقاز و آسیای میانه دیده می شود. گفته می شود که ایوانوف در دادگاه گناه خود را پورا اعتراف کرد. در سال‌های اخیر در روسیه ده‌ها سازمان و گروه‌های مختلف ملت‌گرا و مهاجر بدبین تأسیس داده شدند که از دست آنها الکی ده‌ها نفر سیمایشان غیر اسلاویانی در زمینه عداوت ملی کشته شدند. ولی موردهای به جوابگری جنایی کشاندن سرکردگان و اعضای چنین گروه‌های ملت‌گرا در روسیه کمی اندر کم است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. داستانی کل آذربایجان خبر داد که 19 ایول از این کشور قفقاز جنوبی میرزاغای و محبوبه که در تاجیکستان به قلابی به مبلغ بزرگ عیبدار می شود به دوشنبه استرداد کردند. داستانی گفت میرزا اوغای را کنوای مخصوص خدمات زندانهای وزارت عدلیه آذربایجان به تاجیکستان برده و دست مقامات اون کشور سپاریدند. بنا به اطلاعیه نشر شده دادستانی کل تاجیکستان به دادستانی کل آذربایجان مراجعت کرده خواستار استرداد میرزاغای و
به تاجیکستان با مقصد به جوابگری کشاندن او برای جنایت در حدود این کشور صادر شده شد. گفته می شود محبوبه میرزاغویeva در تاجیکستان به قلابی به مبلغ بزرگ عیبدار می شود، ولی جزئیات عیبنامه‌اش نشر نشده است. هر سال دهها نفر از جانب مقامات تاجیکستان جستجو شونده را در کشورهای دیگر دستگیر و اکثر آنها را بعدا به تاجیکستان استرداد میکنند. تجربه نشان میدهد که اکثر جنایتکاران فراری در روسیه پنهان میشوند. استرداد محبوبه میرزاغویeva یکی از نخستین موردهای آشکار شده در قلمرو آذربایجان پنهان شدن آنها است که از جانب مقامات تاجیکستان تحت جستجو قرار داده شدند. عضو ریاست شورای سابقه‌داران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پالکوونیک مستوی میلیتسیا سفرعلی گلوف روز 19 ایول سال 2022 بعد بیماری طولانی در سن 82 از عالم چشم پوشید. شورای سابقه‌داران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نماز جنازه این سابقه‌دار میلیتسیای زمان تاجیکستان شوروی نیمه دوم روز 19 ایول برگزار گشته. بگاهی امان روز جنازه شادروان در آرامگاه محله کلینی پایتخت به خاک سپرده شد. سفرعلی گلوف سال 1940 به دنیا آمده. سال 1964 دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده است. برابر ختم دانشگاه او به صف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی پیوست تا به مقام بلند سردار بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه ولایت ختلان و لنین‌آباد رسیده است. شورای سابقه‌داران وزارت کارهای داخلی می نویسد که در دوره کارش در میان ساکنان جمهوری با خدمت‌های صافدلانه و صادقانه‌اش به وطن نام برآورده، صدها مضمون و مقاله و خبرهایش در صحیفه‌های مطبوعات دوره جمهوری، برآمدهایش در شبکه‌های تلویزیونی در یاد مردم باقی مانده است. سفرعلی گلوف سال 1992 به نفقه رفت. بعد نفقه هم پالکوونیک گلوف بیکار ننشست و چند سال در مقام رئیس اتحادیه کارمندان ساحه نقلیات تاجیکستان، دیرکتور کل شرکت مسافربر و همچنین عضو شورای جمعیتی تاجیکستان کار و فعالیت برده تا روزهای آخر حیاتش عضو ریاست شورای سابقه‌داران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 19 ایول سال 2022 جسد باز دو نابالغ غرق شده را از دریای کافرنیان بیرون برآوردند. حادثه اول در ایسار روی داده است. ساعت 16:40 به قسم نوبداری کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر دادند که یک ساکن 14 ساله دهه شرف آباد جماعت آریان هنگام آبازی در دریای کافرنیان غرق شده است. بعد 2.5 ساعت جستجو جسد این نابالغ را ساعت 19:10 تقریبا 10 کیلومتر پایین‌تر از محل غرق شدنش پیدا کردند و به نزدیکانش سپردند. حادثه دوم ناخوش در ناحیه رودکی روی داده است. روز 19 ایول بعد جستجوهای طولانی جسد یک کودک 12 ساله از دهه استقلال جماعت به نام میرزا ترسونزاده را از دریای کافرنیان بیرون کشیده به خویشاوندانش سپردند. این کودک هنوز روز 7 ایول ساعت 18:30 هنگام آبازی غرق شده بود. کمیته حالتهای فوق‌العاده آبازی در مکانهای برای این پیش بینی نشده را سبب این دو فاجعه آخری نامیده. بار دیگر از ساکنان به ویژه از والدان خواسته است که هنگام استراحت و آبازی قاعده‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کرده کودکان خود را بی‌نظارت نگذارند. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده از اول سال 2022 در تاجیکستان علاقه 107 نفر از جمله 55 کودک و نورس تا سن 16 ساله غرق شده. نجات بخشان این نهاد 24 نفر را نجات دادند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 نابالغ غرق شده بود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 18 ایول در راههای یاوان دوشنبه در حدود دهه گلابی نوی رودکی و در حدود دهه کلولی در کنار پنجکین دو کودک زیر چرخ ماشین‌های راهگذر مانده بر اثر جراحت‌های برداشتهشان در بیمارستان جان باختند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 18 ایول سال 2022 تخمین ساعت 16:30 راننده اتومبیل تمغه خوندای شریفزاده حمزه شیرعلی سال تولدش 1993 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت نویه یووان به سمت شهر دوشنبه در حدود دهه گلوب به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته خورسال اشپولاتوف عبدالله سال تولدش 2016 ساکن نویه رودکی را پخش نموده است. در نتیجه خورسال اشپولاتوف عبدالله جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همین طریق 18 ایول سال 2022 تخمین ساعت 15:00 راننده اتومبیل تمغه تویوتا
عبدالقلف صویبجان سال تولدش 1985 ساکن شهر پنجکین هنگام حرکت در حدود دهه کلولی جماعت دهات رودکی همین شهر به خطر حرکت راه را تامین کردن نتوانسته پیادهگرد خرسال سلیمانزاده گلرون نوزم سال تولدش 2018 ساکن پنجکین را پخش نموده است. در نتیجه خرسال سلیمانزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه 4 ساکن محله زرافشان راننده و 3 مسافر او را برای خودنمایی در روز توی به مهلت 10 شبانه روز محکوم به حبس مأموری کرده است. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت یک ساکن پایتخت با ارسال نوار از مقامات ملیت خواسته است تا نسبت به راننده اتومبیل تمغه خوانده صنعت رقم‌های قید دولتیش 2020 HD01 و مسافرانش که روز 17 ایول سال 2022 هنگام حرکت در یک کاروان توی در کوچه زرافشان قسمت بدن خود را از تیرزه های پهلوی اتومبیل به بیرون برآورده با آواز بلند ترتیبات جمعیتی را دغل و ویران نمودند. چاره‌های قانونی اندیشند میلیسیای دوشنبه به نفری که نوار خودنمایی این 4 نفر را فرستاد اظهار سپاس کرده از شهروندان خواسته است درباره هر مورد قانون شکنی عکس و نوار گرفته به مقامات میلیسیای پایتخت ارسال کنند. در نتیجه سنجش نوار مذکور و گذرانیدن یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی معین کرده شد که راننده اتومبیل تمغه خوانده صنعت رقم قید دولتیش 2020 HD01 شهروند نادرов دلشاد سال تولدش 1987 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه زرافشان می باشد. ضمن پرسش نامبرده ابراز داشت که حادثه مذکور صحنه 7 ایول سال جاری هنگام اشتراک در مراسم توی دامادی در کوچه زرافشان نویه سینای شهر دوشنبه رخ داده است. در نتیجه معین گردید که آن 3 نفری که خود را از اتومبیل بیرون برآورده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نمودند شهروندان امانوف امانالله سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه، آشیلوف شهرام سال تولدش 1998 استقامت کننده شهر دوشنبه، بورانوف عمرشاه سال تولدش 1998 استقامت کننده نویه رودکی می باشند. وابسته به حالت مذکور نسبت راننده و هر 3 مسافرانش پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده از جانب سود نویه سینو نسبت به هر کدام حبس مأموری به مهلت تا 10 شبانه روز تعیین کرده شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.